بیماری‌ها میان حیوانات که اکثر موارد به آدمان هم بی تأثیر نمی‌مانند در جامعه‌های انسانی کم نیستند و به قول متخصصان ساحه در مرحله‌های کوتاه گذریش نوع‌های گوناگون آنها با وسیله‌های مختلف پدید می‌آیند. در این زمینه سوال‌های مطرح می‌شوند که خروج و یا اوج بیماری‌های سرایتی مخصوصاً میان حیوانات از کجا و چگونه پیدا می‌شوند؟ آیا معین کردن و پیشگیری نمودن آنها چطور صورت می‌گیرد؟ خطرناکیشان به سلامتی انسان تا چه حد است و مانند اینها؟ علم اپیستولوژیا با فهمش زوآنتروپونوس‌ها معمول است. یعنی بیماری‌هایی که منبع برانگیزنده سرایت یا که بیماری خود حیوان‌ها هستند و این می‌توانند با آدم هم گذرند و خوف حتی تا به مرگ آوردن انسان بیارند. این چیز برای آماده نمودن متخصصان صاحب اختصاص آینده باید که دائما دسترس باشد. هر سال بیماری‌های نو پیدا می‌شود. هر سال مواد نوی دارویی تهیه می‌شود. مالکه این اپیدمی را از سر گذراندیم و هر سال اپیزودی هم در بین حیوانات مشهور است. هر روز یک مراجعت هست. چه از استیصال چه از بین دانشجویان در تمام جمهوری تاجیکستان که متخصصان است کتاب پاک است. فکر میکنم که من بسیار یک کاری ثواب کردم. بله، کتاب اپیزیتولوژی و بیماری‌های سرایتی حیوانات که به قلم نحت‌الله رحمتزاده دکتر علم‌های بیولوژی پروفسور و همزمان مدیر کاتدر میکروبیولوژی و اپیزیتولوژی دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور متعلق است، برای پاسخ جستن به سوال‌های موجوده دستوری مکملی میباشد. نامبرده کتاب موجوده را با نظرداشت خواسته‌های دانش آموزان رشته خواجگیداری و متخصصان آینده این بخش مهم جامعه تألیف نموده است. سالهایی که ما دانش بودیم اصلاً مواد تعلیمی از جمله کتاب‌های درسی همه با زبان روسی بودند و همون وقت و من برای پسران دیهاتی دائما با مشکلات دانستن زبان روسی روبرو میشدم. بعد از انجام تحصیل با قرار کمیسیون امتحانات دولتی برای ادامه دادن کارهای علمی تحقیقاتی و پداگوژی به حیث آموزگار کاتدر جراحی و قابلگی به کار ماننده شدم و در دوام فعالیت کاریم همین را درک کردم که به دسترسی ادبیات ضروری از خود کردن مواد تعلیمی، از خود کردن کسبیت یا اختصاص برای دانشجو و هم برای آموزگار بسیار مشکل است و همین خاطر در نزد خود از روزهای اول فعالیت کاریم مقصد گذاشتم که با تألیف کتاب‌های درسی و ترجمه کتاب‌های درسی تا جایی که توانم دست زنم و بار اول کتاب اولینم از کورس لکسیو از همه فن اپیستولوژی و بیماری‌های سرایتی هنوز سال 2001 نشر شده بود که اون وقت عنوانجوی کاتدر بودم و وقتی که دیدم که کتاب تألیف نموده دسترس مردم گشت و دانشجویان از آن بهره برداشتن، از این بسیار من باز روح الهام گرفتم و این کارو من بعد دوام دادم. در دوام فعالیت کاریم 32 کتاب درسی به زبان تاجیکی تألیف کردم که بزرگترین اش حجم نهایت بزرگ در حجم 756 صفحه این کتاب اپیستولوژی و بیماری‌های سرایتی حیوانات است. طور اشاره کردیم همه ساله با وضع موجوده طبیعت پیدایش و خروج بیماری‌های موسمی در حیوانات به قید گرفته می‌شوند که به ادعای متخصصان قسمت از آنها به انسان‌ها نیز تأثیر رسانیده گاه‌ها به مرگ هم مبتلا می‌گردند. با مقصد علاج واقع پیش از وقوع کتاب اپیزیتولوژی و بیماری‌های سرایتی حیوانات با فراگیری بیشتر از 120 نوع بیماری و نشانه و راه‌های پیشگیری آن تألیف گردیده است. اپیستولوژی و بیماری‌های سرایتی حیوانات همچون فن تعلیمی در تیار نمودن متخصصان و تشکیل فعالیت دکتران طبی یکی از فن‌های مهمترین به شمار می‌آید، چون که در این کتاب اصلاً تمام مواردی که جمع‌آوری شده و پیشنهاد می‌شود اصلاً با پیشگیری، معالجه و چاره‌های مبارزه بر ضد بیماری‌های سرایتی حیوانات از آن جمله بیماری‌هایی که برای آدم انسان عمومی‌اند که با علم اپیستولوژی با فهمش
زوآنتراپانوس‌ها معمول است، یعنی بیماری‌هایی که منبع برانگیزنده سیرایت یا که بیماری صورت خودی حیوان‌ها هستند و این می‌توانند با آدم هم گذرند و خوف حتی تا به مرگ آوردن انسان بیارند. به نقل مؤلف دستور مذکور با هدف برهم زدن مشکلات است که تا چند وقت اخیر در زینه‌های تحصیلات عالی و آماده کردن متخصصان امروز آینده بخش خواجگیداری جمهوری تاجیکستان موجود بود و باور است که بعد تألیف کتاب مذکور و دستورهای دیگری هم مضمون به آن این مسئله مقدار هم حل خود را پیدا کرده است. آندمی که ما تحصیل می‌کردیم اصلاً کتاب‌ها به زبان روسی بودن، ما تنها از کورس‌های لکسیا استفاده معلوماتی وسیع نبود. کتاب‌هایی که اون وقتا دسترس ما بودن یا دسترس دانشجویان بودن اصلاً موادهاشون کهنه شدن. و کدام خاطر؟ چون که هر سال بیماری‌های نو پیدا می‌شود، هر سال مواد نوی دارویی تهیه می‌شود، مؤلفان زیاد با استحصالات و با علم پیشنهادهای زیاد دارن و این چیز برای آماده نمودن متخصصان صاحب اختصاص آینده باید که دائما دسترس باشند. به همین خاطر یک چند تا ضرورت آماده نمودن همین کتاب برای من پیش آمد. اول اینکه کتاب آخرین که برای مؤسسه تحصیلات عالی کسبی تهیه شده بود از طرف کناپاتکین مؤلف روس پروفسور کناپاتکین آماده شده بود. الکی کهنه شد، موادی که در آن پیشنهاد میشد کهنه شده بود، چون اونجا بیماری‌های نو پیدا شده بودن که درباره‌شون در اون کتاب معلومات نبود. این ضرورت اول بود. دوم این سالها نه تنها بیماری نو پیدا بلکه تحقیقات اوید به اپیستمولوژی نظریه و عملی یا اینکه اپیدمیولوژی وترنری میگن در مملکت‌های ما و خارج کشور رو به انکشاف آوردن. این دیم ضرورتی بود که من در نزد خودم گذاشتم و خواستم که یک کتاب تحلیل شد که دانشجو از او با قدر ضروری بهره بردارند. سوم در اساس استاندارد دولتی تحصیلات عالی کسبی از روی اختصاص‌های طب وترنری، فارماسیست یا که بهداشت وترنری که این هر سه اختصاص‌های رایج فاکولته طب وترنری هستند و دانشجویان از روی این سه اختصاص در فاکولته ما تحصیل میکنند، هم در شعبه تحصیلی روزانه و هم در شعبه تحصیلی فاصله‌ای. تشخیص و یا شناخت پدیده‌های بیماری‌های مربوط به حیوانات کار سهل نیست. اشتباهی در این سمت می‌تواند خطرهای بزرگی را به مانند تلفات جانی به وجود بیاورد. از این نقطه نظر مؤلف کتاب اپیزیتولوژی و بیماری‌های سیرایتی حیوانات نوعی بیماری‌هایی که خروجشان در منطقه ما از احتمال دور نیست مشکوفانه یادآوری کرده است. در همین کتاب زیاده از 120 بیماری‌های سیرایتی که هم در حدود جمهوری تاجیکستان وامیخرند و هم بیرون از آن وامیخرند من تهیه کردم، مواد جابجا کردم که از آن میتوانند دانشجویان به یگان ممانعت استفاده برند. کتاب مذکور دو قسمت در بر میگیرد، یعنی اپیستمولوژی عمومی، یعنی فهمیش های عمومی را درباره تمام بیماری سیرایتی، چاره‌های پیشگیری، معالجه و دیگر خصوصیت‌هایی که خاص بیماری سیرایتی هستند در قسمت جزئی باشد دایر به هر یک بیماری سیرایتی به طور علاهیدگی سرکرده از توصیف بیماری، سرکرده از برانگیزنده بیماری، نشاندادهای اپیستمولوژی، تشخیص بیماری، معالجه و چاره‌های مبارزه معلوماتی پر داده شده است که دانشجو میتواند در دوام مطالعه این کتاب آن چیزی که برای فعالیت منبعی و او روزمره از خود نمایند. دقت اساسی به نامگذاری یک بیماری در ادبیات‌های تعلیمی و علمی با یک چند نام معرفی کرده میشد. ما کوشش کردیم تمام نام‌هایی که همین بیماری مثلا در منطقه‌های گوناگون یا در مملکت‌های گوناگون یادآور می‌شود اینا در این کتاب جا کنیم تا دانشجو تواند که در وقت شناخت بیماری که سینونیم‌های دیگر این بیماری هم از خود کنند. آره، شاید حس کنجکاویتان بالا گیرد و سوال کنید که خود اپیزیتولوژی چیست و آن چی را می‌آموزاند. ما به این نقطه هم توجه کرده از مؤلف کتاب سوال کردیم. اگر ما گوییم که اپیزوتیا یعنی این درجه از حد زیاد یا که به درجه شدتناک وسیع یا که به طور وسیع 5 بیماری سیرایتی رو میگن.
ما اگر اینا به زبان تاجیکی یک جمله دراز میشود، اما وقتی که ما اپیزود هم میگیم متخصص الکی درک میکنه سخن درباره چی میرود. یعنی یک جمله میتواند با یک مفهومی لاتینی چیکار کردهش فهمیده شد. این خیلی مفهومات در ساحه ما در فهمیش فن اپیستمولوژی زیاد هستند که کار متخصصان را آسان میکنند. در قسمت دیوم یعنی اپیستمولوژی زیاده از 120 واحد نوزولوژی بیماری ها وارد کرده شدند. اینا همون بیماری های صورتی هستند که هم در جمهوری تاجیکستان ما وا میخورند یا وا خورده بودند یا که احتمالیتی از سر نو وارد شدن از دولت های همسرحد امکان است، احتمال هست و همین وارد کرده شده است. برای هر یک بیماری یک مقاله بخشیده شده است. از آغاز توصیف همون بیماری، بعد از اون درباره برانگیزنده بیماری، درباره خصوصیت‌های برانگیزنده بیماری، استواریش، دیگر خصوصیت‌هایی که برای متخصص امکان میدهد که در وقت گذاشتن تشخیص درست فهمش پیدا کنند. غیر از این در باب‌های علاهیده کتاب بیماری‌های به طور علاهیده در قسمت اپیستمولوژی جدا کرده است. مثلا بیماری‌هایی که برای یک چند نمودی حیوانات خاص هستند. این از جمله بیماری‌های مثلا سوختنی یکی از خطرناک‌ترین که هم خاص حیوان است. بیماری سیل، بیماری بروسلیوز، لپتوسپیروز، اینا پس دیگر بیماری هستند که اینا هم خاص انسانند و خاصند. این کار ما با کدام خاطر کردیم؟ این کار ما با خاطر کردیم برای بهتر و آسان شدن که از خود کنیم موادی در کتاب جای داده شده. باید گفت که کتاب اپیزیتولوژی و بیماری‌های سرایتی حیوانات در یک شکل کاملا نو و از نقطه نظر آموزش و پژوهش قله و دسترس تهیه گردیده است. مؤلف کوشیده است همه بیماری‌های تاکنون کشف شده را به طور مفصل و با اشاره عکس‌ها به خواننده پیشنهاد نماید که این کار متخصصان را ده چند آسان می‌نماید. ما جلوگیری کردیم باب حیوان‌های کفش کننده. اصلا حیوان‌های خواجگی قشلاق که ما از اونها محصولات میگیریم. پس از اون بیماری‌های اسب، بعد از بیماری‌های حیوانات سگ و حیوانات موینه‌دار، بیماری‌های پرندگان، بیماری‌های ماهی و بیماری‌های زنبور عسل در دوام 3 نیم ساله تحصیل که این فن در نقشه تعلیمی فاکولته وارد کرده شده است، دانشجو هنگام تمام موادی که در بر میگیرد به یگان مشکلی میتواند از کتاب مذکور دسترس کند. اصلا اگر فکر کنیم کتابی تازه نشر دوام منطقی کتاب‌های پیشین است، یعنی همون کورس لکسی‌هایی که از ما تهیه کرده بودیم سال‌های 2001 بعد کورس‌های لکسی سال‌های 2007 دوام منطقی است. اما اینجا مواد به شکل اندک غیر عنعنوی پیشنهاد است. تا جای ما امکان پایین متن سخن کتاب رو به شکل بیانی عنعنوی، یعنی بلاک ها، جدول ها، صورت ها. مثلا در همین کتابی که آماده است ما هر مقاله که به آخر میرسه یا که در توصیف بیماری ما کوشش کردیم که به طور صورت های رنگی جاگیر کنیم که وقتی که درباره مقاله چی می شود همینجا صورت های رنگی که سر کرده از بله بیماری است سر می شود از بیماری سوختنی که دانشجو علاقه هنگامی مطالعه می بیند که برانگیزنده در زیر میکروسکوپ چگونه شکل دارد. علاقه معلومات اولین بعد از آن تغییرات ها و دیگر چیزی که در عضو ها می شود، یعنی همین بیماری ها همش در همین عکس های رنگه در همین جا وابسته به بیماری ها با ترتیب جایگیر کرده شدن. یعنی تو نه تنها برای مکاتب عالی برای دایره وسیع متخصصان در استحصالات هم توصیه می شود، چون که علاقه بسیاری از متخصصان در استحصالات با من مراجعت میکنند یا که مراجعت میکنند همین کتاب از کجا دسترس شود. قسمتی از همه مهم کتاب که دقت ما را نیز به خود جلب کرد بخش رمزی بیماری‌های سرایتی بود. با گفته مؤلف این مخفیت کار طبیبان بخش بایتاری می باشد. زمینه ها چی هستند؟ دانشجو هنگامی به زمینه ها مراجعت کردن میداند که موافق تصنیفات بیماری بین یا تشکیلات عمومی تندرستی کدام بیماری ها بر روی خط A وارد کرده. اینجا 15 بیماری وارد است. اینا بیماری هستند که از همه خوفناکترینند.
پس از آن روی خطی بیماری های میاد که 88 بیماری وارد کرده شده است. این بعد دیگر بیماری ها و کد بیماری های سیریاتی. این یک مخفیت کسبی مورا. مثلا با زبانی اگر دختری گوید ما دیگر نام بیماری نمیگیم، رمز کی روان میکنیم، الکی متخصص میفهمد که در همون منطقه کدام بیماری پیدا شده است. در آخر هر مقاله برای کاری مستقلانه وظیفه مستقلانه باز چی داده شده است؟ سوال‌های نظارتی داده شده است که دانشجو بعد مثلا با انجام رساندن همون مقاله از خود کردن میتواند که با همون سوال‌ها مراجعت کند، در دوره همون سوال‌ها دانش خود را به طور مستقلانه سنجد. کتاب اپیزیتولوژی و بیماری‌های سرایتی حیوانات در فرصت مدید با استفاده سرچشمه‌های زیاد علمی و در همکاری با متخصصان داخلی و خارجی آماده گردیده است، میگوید نهت‌الله رحمت‌زاده. کتاب‌هایی که من تالیف میکنم بیشتر با ادبیات‌هایی که از جمهوری فدراسیون روسیه وارد میشوند. من محصلین همونجا هستم، رساله دکتری هستم و با عالمان نمایان سیرایت شناسی همون مملکت رابطه نزدیک داریم. خب وقتی که ضرورت تهیه همین کتاب شد، من با مکتوبی رسمی به اکادمی وترینری شهر مسکو مراجعت کردم با مؤلف و هیئت مؤلفان اوید به استفاده کردن مواد نوترینی که در دست آنها بود و آنها در مکتوب برای من روزگی دادن و در همین مقدمه کتاب هم من روزگی خود را نسبت هیئت مؤلفانی که کتابی در روسیه نشر کرده بود اظهار سپاس مینه‌داری خودم در همینجا قید کردم، چون که آنها برای من دسترسی کردن و ما بسیار موادهای دسترس کردیم و در کتاب جایگیر کردیم که امروز مثلا ما را از بسیار مشکلات رهایی داد. بسیار بیماری هستند که خوفی وارد شویشان به تاجیکستان هست. به همین خاطر ما حتی در همین کتاب بیماری های را وارد کردیم که احتمالی وارد شدنشان هست، اما در نقشه تعلیمی ما اینا را وارد نکردیم. اما وقتی که بیماری پیدا می شود متخصص دیگر میداند که در همین کتاب درباره همین بیماری، درباره پیشگیری، معالجه معلومات داده شده است. دیگر یگانجا سرگردان نمیشد، از این موادی در کتاب بوده استفاده میکنه. طوری در مقدمه برنامه گفتیم تشخیص و طبابت و راه‌های معین نمایی بیماری‌های سرایتی در حیوانات و احتمالیت گذرش آنها به آدمان به طور مشترک به راه مانده می‌شوند. این شکل تشخیص امکان می‌دهد که بیماری موجوده کاملاً معین و سریع وقت پیشگیری کرده شود. عموماً در ساحه طب وترینری بیماری‌ها تشخیص بیماری به طور مشترک گذاشته میشن، به طور مجموعی، یعنی با استفاده یک اصول نه، یعنی تنها از روی یک نشانه های بیماری نه، بلکه از روی مجموعی اصول های تشخیص. مثلا یک بیماری اگر پیدا شود پیش از همه حالت اپیزوتی میگویند، همون منطقه آموخته می شود. آیا همین بیماری در همین منطقه وامی خورد؟ آیا همین بیماری برای همین نمود حیوان خاص است یا نیست؟ آیا این بیماری سالهای پیشین پیدا شده بود؟ چه حادثه بود؟ چی کار کرده؟ چقدر بیمار شد؟ چقدر فوت؟ این معلومات های هستند که در سند های پیشینه محفوظ هستند. این با متخصص امکان میاد. بعد از آن ما تکیه میکنیم به نشانه های اساسی بیماری. حالت های میشوند که بیماری می توانند نشانه یخیله داشته باشند، اما در همین مورد متخصص ذکی دانشمند در بین همین علامت های عمومی بیماری می تواند که یک علامتی را پیدا کند که تنها خاصی همین بیماری است. مثلا اگر این بیماری سوختنی باشد، قانونگذاری اجازه نمی‌دهد که جسد حیوان از بیماری سوختنی کشوده شود. این در قانون آمده است. مثلا یکی از نشانه های خاصی همین بیماری بعد از فوت چاروا این است که جسد دم میکند، شخشوی جسد نمیدند. حالا که همه ما میدونیم که وقتی آدم یا حیوان میفته جسد شخ میشود، اما در این بیماری نه. بعد از تمام سوراخ‌های طبیعی خون روان میشد که این خون لخته نمیشد. این نشانه خاصی همین بیماری است. من در مثال یک بیماری گفتم. نه بس از اونی که
علامت‌های خاص بیماری با متخصص امکان می‌دهد که وای در اساس علامت‌های بیماری گزارد، این با متخصص اجازه نمی‌دهد که درباره تصدیق درباره تشخیص خاتموی سخن راند. حتما با آزمایشگاه باید مواد امراضی روان کند. در آزمایشگاه خیلی که من گفتم 3 عملیات دیگر گذرانده می شود. این ذره‌بینی مال شکا، یعنی دریافت نمودنی برانگیزنده، بعد کیش نمودنی برانگیزنده در محیط های غذایی و بعد از آن سرایت کردن جانورهای آزمایشگاهی که به همین بیماری حساسند. تنها در همین حالت، یعنی با استفاده مجموع اصول ها، ما بیماری رو تشخیص میکنیم. یعنی این متخصص خوب درک میکنه، متخصص که در استحصالات است. برای همین در حالت پیدا شدن بیماری صورتی هر یک شهروند میتواند که به دکتری که در همون منطقه خدمتگزار است یا که وابسته است مراجعت کند. و یکی از کارهای اساسی ساحه طبی پیرنی این کارهای فهماندهی وترنری است. در بین اهالی کارهای فهماندهی را بردن، چون که حاضر زیاده از 93% چاروا در دست اهالی است و این مسئولیت متخصصان ما رو دهچند میکنند، چون که با اهالی کار کردن بسیار مشکل است. اگر این مقدار چاروا در اختیار دولت می بود، در فرمای مخصوص این کار چندین مرتبه آسان میشد. و همین خاطر در اینجا در نوبت اول کارهای فهماندهی میاد که مثلا با همون چاروادار یا شخصی که در خواجگی انفرادیش چاروا دارد فهماندن در کار که شما 10 تا چاروا دارید، همینا رو ام کردن در کار. اگر ما این کار کنیم چاروای شما در دوام 1 سال یا 6 ماه از پیدایش بیماری ها امین میمونند. این از کاری متخصصی که اگر خواهد که در بین جمعیت آبرو گیرد و پیش از همه این کارهای فهماندهی در بین اهالی. کتاب اپیزیتولوژی و بیماری‌های سرایتی حیوانات حالا به یکی از دستورهای تعلیمی مهم و برای دانش آموزان و متخصصان ساحه بایتاری ضروری تبدیل شده است. در فعالیت هر روزه می‌بینم. من از این فن درس می‌دهم و می‌بینم که دانشجوی من هنگام کتابش در دست است با کتاب برآورد و فعالیتش نسبت به دیگر دانشجو است، چون که این چیزی است که دویم در دست دانشجو است، در کتابخانه است و دسترس میکند. این بهترین چیزی است که دانشجو میتواند از وی گیرد. گرچه که امروز فضای اینترنتی است، مواد زیاد است، لیکن یگان تا از اینها جای کتاب درسی را نمیگیرند، چون که نه همه دسترسی دارند، نه همه وقت همون مواد هر کس دست است. اما کتاب این چیزی است که در روی میز دانشجو است، همراهش گرفته میگردد. در هر وقتی هر زمانی که اگر با مشکلی روبرو شد ورق میگرداند، همون مشکلی چیزی که براش است باید دسترس میکنند. شخصا با من مراجعت میکنه، با دانشجوی من مراجعت میکنه که همین کتاب از کجا دسترس کرده شد. من از این خلاصه میبرم که تا جای همین کتاب در بین متخصصان معروفیت پیدا کرده است، میشناسند که امروز مثلا متخصص در استحصالات ده توسط یک شاگرد، توسط یک شناس خواهش میکرد که این کتاب از کجا دسترس کرده شد. طور خود مؤلف کتاب میگوید اگرچه کتابی مذکور با تعدادی معینی نشر شده است، اما طلبگارانش همانا بیشتر میشوند. این درخواست‌ها و پرسش‌های تکراری بازگوی آن میباشد که چنین دستورها و مخصوصاً با زبان دولتی خیلی کم میباشند. همگی در دست مؤلف حاضر همگی 4 دانه مونده است. هر روز یک مراجعت هست، چه از استحصال چه از بین دانشجویان در تمام جمهوری تاجیکستان که متخصصان است کتاب پخش است. هم در بین دانشجو که با خود بعد از ختم گرفته میروند و هم در بین متخصصانی که در مثلا مرکزهای تامینات بخطری یا ریاست‌های بخطری عضوقواری، یعنی کارمندان کمیته بخطری عضوقواری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و طور وسیع استفاده می شود. فکر میکنم که من بسیار یک کاری ثواب کردم. به خاطر چی؟ به خاطر که من افتخار دارم که امروز فرزند مردم متخصص که مثلا با یک دلنیت وارد دانشگاه می شود، کسب را انتخاب می کند و با دانشی که از همین کتاب می گیرد در فعالیت مبادئ خود کامیاب می شود، سر من با آسمان می رسد که من ذره هم باشد در مثلا تربیه نسل نو، در تربیه مثلا متخصصان همین ساحه
سهم گذاشتم. ملاحظه ها و گفتگوزارمان اطراف کتاب اپیزیتولوژیا و بیماری های سرایتی حیوانات که به قلم نحتالله رحمتزاده دکتر علم های بیولوژی پروفسور و همزمان مدیر کافدره میکروبیولوژیا و اپیزیتولوژی دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور در حالی است که دانش آموزان ما به چنین ادبیات فراگیر و مکمل و در عین وقت لازم و ضروری کمتر دسترسی دارند. اما امیدوار هستیم که تألیفات مذکور ادامه یافته مشکل نارسایی دستور و ادبیات لازمه علمی و تعلیمی را تا اندازه خاتمه خواهد بخشید. ما باشیم برای آشنایی بیشتر بینندگانمان با ادبیات لازمه و نادر و کتاب‌های تازه نشر وطنی از هر امکانیت استفاده خواهیم کرد.